زندگی ساکنان ولایت سومی در اوکراین در نزدیکی مرز با روسیه معمولی به نظر می رسد، ولی ساکنان آن از بازگشت دوباره روس‌ها ترس دارند. این ولایت در نزدیکی خارکوف جایگیر است که روس‌ها در آنجا خط نوی باز کرده حمله ها را افزایش دادند. ما اینجا آمدیم که بانگ خطر صدا داد و وقتی به پناهگاه در آمدیم صدا قطع شد و از همین گونه است. ما زیر بانگ خطر تمرین میکنیم. بچه ها هم به مشق میآیند و زندگی ادامه دارد. در سومی روز از 10 تا 15 بار بانگ خطر صدا میدهد. این هشدار از احتمال حمله موشکی است. شهر از جانب سربازان ما محافظت می شود. سپاس به آنها که ما می توانیم بازی کنیم. مکانهای فراغتی در سومی مثل معمولی فعالیت دارند. با وجود بانگ خطر کلانسالان کودکان را اینجا می آورند. سرهی با نبیرش به باغ فراغتی آمده است. کودکان باید آینده داشته باشند. آنها باید شاد باشند و دهشت را نبینند. ببینید که آنها خوشبخت و خوشحالند. ساکنان سومی صدای تیرپرانی را میشنوند و پرواز موشک‌ها را شاهد میشوند. ما به این عادت کردیم. آدمان هنگام صدای ترکش بیشتر میترسند. ترسی دائمی وجود دارد. کسی نمیداند که موشک نوبتی به کجا میافتد و چی را میزند. مرز روسیه 30 کیلومتر از سومی دورتر جایگیر شده است. در آغاز تجاوزش روسیه در سال 2022 قسمت از سومی را اشغال کرده بود، ولی سپس از اینجا عقب نشینی کرد. ما بیرون از سومی ماشین های روس‌ها را خراب کرده بودیم. ساکنان میترسند که روسیه میخواهد به واسطه سومی به سمت کیف حرکت کند. حالا نظامیان اوکراینی جلوی پیشروی روس‌ها را در خارکوف گرفتند، ولی حمله های موشکی به خاک اوکراین به ایست ادامه دارد.